پیاده به سمت یه فروشگاه در واقع خرید لپتاپ و کامپیوتر و انتظار تعمیرات هم اینا انجام. این لپتاپ همه حقیقتش گفتن اینا قشنگ نیست، ولی بهتره که مردم عزیز و حالا اطرافیان در جریان باشه. ریش هم به خاطر این بلند شده که این دندون‌هایی که کشیدم در واقع به خاطر اون شرایط بد اقتصادی که برای من به وجود اومده بود قبلش تو سال 404 فرصت نشد، مثلا نشد که بخوام دندونامو درست کنم یا کاری در واقع زمانی پیگیری کنم که به کشیدن نکشم. حالا فارغ از همه این مسائل، من حتی کرایه ماشین رو نداشتم و دارم پیاده میرم با همین حال مریض، معده‌ای که چند ماه داره اذیتم میکنه و دکتر حداقل 1 ماه پیش دیگه دستور فوری پیگیری در واقع درمان رو داد و خب من پولی ندارم و در این حالی که حالا این وسط کلی چرت و پرت و اتهام و اینها زده شد. منی که 24 سال در واقع فعالیت هنری میکنم، 10 سالم بود، 34 سالم اول 10 سالم بود قلم دست گرفتم. تو این سالها به خیلی از در واقع پیشنهادهای مشکوک و پیشنهادهایی که حالا به عبارتی مطمئن بودیم که یک کلکی تو کارش هست نگفتیم. در زمانی که با یک سری از این جریان‌های مخرب که حتی اسمش هم نمیخوام بیارم درگیری داشتیم و حالا برای خودم بوده، برای بچه‌ها نمیدونم ولی احتمالاً برای اونها 100% بوده، بابت حق و سکوت که حتی کوتاه بیایم از حق ملت، کوتاه بیایم از حق خودمون، مبالغی پیشنهاد شده بود و من حالا آدم اسکرین شات گرفتن و آدم لو دادن اینکه کی گفت و چی گفت اونا نیستم، دنبال سند مدرک نبودم. اولین بارم بود سر این اتهام یارو رفتم پامو گذاشتم تو دادگاه. حالا یه بار قبلا برای کاری بنده خدایی رفته بودیم یه بار، ولی اولین باری بود که چیز شده بود، یعنی در واقع من دادگاه رفتم بابت اینکه بخوام شکایت کنم و ایشون اولین در واقع دفعه‌ای که اون بنده خدا تماس گرفتم با ایشون، چون مثلا تو توهمه، یعنی من احساسم اینه، حالا نمیخوام توهین کنم ولی چی بگم، این تصور رو داشت که انگار مثلا یک انسان مثلا مجرم فراری قرار باشه این وسط که من نباشم و نرم پیگیری کنم، و یا مثلا پیش خودش گفته که مبلغ مثلا 52 میلیون چیزی نیست، یا حالا در به خاطر همون خرید ماشینی که داشته نیاز به پول داشته نتونسته یه بهانه‌ای که واقعا کار کثیفیه دیگه. شما فکر کن پول نداری بابت یه چیزی به مردم اتهام میزنی به خاطر اینکه حالا یه چرخه مشکوکی توی اون حساب مثلا از نظر تو بوده. من توضیح دادم که چیه. یکی از عناوینی که تو این نماد من هست جمع‌سپاری مالی و هدیه است. یعنی اولین فکر می‌کنم اولین در واقع عنوانی که در اون حدود 20 عنوانی که هست که جزء فعالیت‌های بنده است جمع‌سپاری مالیه. یعنی دونیت چیه؟ همینه دیگه، شما حمایت مالی میشه از بماند که اگر من قرار بود همون حرف بچه‌ها رو گوش بدم و خیلی وقت پیش وارد بحث استریم و اینها بشم، میتونستم خیلی خیلی بیشتر از کل تشکیلات این آدم پول در بیارم و لکه کثیف این اتفاق و این تهمت‌زنی دقیقا من یاد اتفاقی میفته که برای یاسر سر ترک سفارشی و اون لوگوی کذایی و کثیف و ملعون در واقع مونتیگو مطرح شد این قضیه. حالا ملعون انقدر با این چند وقت به ملاعین و ملعون اونا اشاره کردیم که واژه اون ملعون هم هست دیگه، کسی که اون کثافتکاری ها رو میکنه. بعد این همه تهدید شدن، این همه اتفاقات، این همه اذیت شدن، این همه آسیبی که به جسم و روح و روان ما وارد شده تو این سالها، من بر نمیتابم که بخواد یک آدمی که خودش پلتفرمش با تخلف اومده بالا و به عبارتی اصلا کل کارش تخلفه، بخواد به من چنین اتهامی بزنه، به آبرو و حیثیت هنریم بازی کنه. ریشای من سفید شده تو این راه. من هرس خوردم بابت فرهنگ ایران، من هرس خوردم بابت اتفاقاتی که در مدیوم های مختلف افتاد و بابتش هرس خوردم. مثلا رپ فارسی که اصلا توی حیطه فعالیت اصلی من نبود.
خب اینم دست خالی ما، لپتاپو بردم در واقع دادم و حالا بنده خدا گفت جواب میدم و اینها که حالا تست کنه، به علاوه اینکه حالا یه بنده خدایی هم میگفت قرار بهش پول بده و حالا با یه مبلغی که فعلا بخواد، یعنی قبلا میگفتن که هنرمندها و نویسنده های قدیمی براشون در برهه‌های، چون میدونید دیگه کتابایی که در واقع در گذشته نوشته میشد نسخه های خب چاپ که نبود، صنعت چاپ در مثلا 1000 سال پیش، مثلا اون کتابا رو گاهی اوقات اشعارشون در که تک نسخه بود و شاید مثلا فورس ماژور هم نوشته بودن برای فروش می‌داشتن و خب این یک بخشی از قلب هنرمند همراه اون اثر در واقع میرفت اگر اون اثری بود که خاص بود یا مثلا حالا هر چی. نمیخوام بگم که فروختن یکی از ابزار کار برای اینکه بخوای حالا هزینه‌های روزمره زندگیت رو تأمین کنی یه بخشیه که یه اتفاقیه که بارها افتاده برای من، چیزی نیست که تازگی داشته باشه. اگر این بار رسانه‌ای کردم، چون اتکی که همیشه به در واقع روان من و به جسم و حالا توضیح دادنش سخته داده میشد، زده میشد، الان و این بار به حیثیت من زده شد و طبیعتا من با کسی که این کارو کرده هیچ شوخی ندارم و طبق حالا مستنداتی که هست تا انتهای روند پیگیری قضایی این قضیه خواهم رفت. شده بچه‌ها منو میشناسن، دیوونگی منو میدونن، من شده زندگیمو بفروشم برای اینکه این لکه ننگ و این تهمت رو از خودم پاک کنم و اینکه اون شخص رو سر جاش بشونم. یک قدم عقب نخواهم رفت و تا انتهای مسیر برای اینکه هم حق خودم رو بگیرم، هم حق کسانی که در واقع خورده این آقا اذیتشون کرده و حالا بماند موارد مشکوک دیگه که در فعالیت ایشون هست، و تا انتهای مسیر هستم. همیشه هم ما کنار مردم بودیم و هستیم، یعنی فارغ از خودم تو بحث حقوق عامه ورود کردم تو این قضیه و اینکه خودم یکی از متضررین هستم صرفا فقط به خاطر خودم هم نیست، چون اگه ایشون به تماس با من میگرفتم پول ندارم و اصلا نیاز دارم یا حالا هر اتفاقی براش افتاده بود، خیلی واسه من قشنگ‌تر بود که با ایشون راه بیام، کنار بیام. که البته اون ماجرای عدو سبب خیر شود خیلی جالبه، چون در امتداد این خیلی از تخلف‌ها و جرائمی که اتفاق افتاده بود کشف شد که خب این یه در واقع احساس میکنم حکمت درش. خیلی مخلصم. حالا در امتداد مسیر من مدت‌ها بود ویدیو نداشته بودم، صحبت نکرده بودم، حدود 1 سال و نیم 2 ساله که حالا درگیر بیماری‌های بابا و اینا هستیم. یه حدود به عبارتی 3-4 ماهی فکر می‌کنم که خودم مثلا گیاهخوار شدم، حالا به عبارتی نه اینکه خودخواسته و به منظور حالا خود ذات گیاهخواری، که مجبور بودم، چون وقتی گوشت می‌خوردم حالا بد می‌شد. حالا فارغ از اینا نمی‌خوام به عبارتی غر بزنم یا چی میگم، نمی‌خوام اینجوری باشه، ولی در کل در چنین شرایطی در این دسیسه اخیر که اتفاق افتاده، بماند اون مواردی که حالا داریم بررسی می‌کنیم، در این دسیسه اخیر من یکی از چیزهایی که خیلی اذیتم کرد بحث حیثیتم بود. دوم این که من داشتم تو درد می‌مردم، یعنی تو درد می‌پیچیدم. من مشخص بچه‌هایی که قبلا حالا این ریشی که من بلند کردم مشخصه که این دندونام چیز شده و حالت ضعفی که تو جسمم داشتم که از انتهای سال 403 در واقع اواخرش من درگیر یه سری مسائل شدم که اصلا جسمی اونا اذیت بودم و حالا با خود درمانی و رعایت یک سری چیزهایی که الان اصلا من رو تخت بیمارستان باشم با این در واقع بحث پیگیری با غیرت هم پیش رفتم این وضعیت و قطعاً اگر به نتیجه نرسه خیلی چیزا رو رسانه‌ای خواهم، چون ذهنم یاری نمی‌کنه، انقدر ذهنم درگیره
خلاصه که اینو خواستم یه توضیح بدم، این لکه ننگ کثافتی که با این افترا روی کار تمیز تمام این سالهای ما بوده توی مصاحبه. حالا یاسر میگه کاری که خیلی تمیز باشه راحت‌تر کسی یه همچین مضمون. anyway به قول خارجکی ها اینجوری دیگه داستان اینطوری.